مقامات ایران نمایش سریال مصری حشاشیان را که به حیات حسن صباح سرلشکر علمود بخشیده شده است منع کردند. مهدی سیفی مدیر کل نظارت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های ثبت و تصویر فراگیر در فضای مجازی روز 28 اپریل به خبرگزاری ایرنا ابراز داشت که روایت این سریال از تاریخ اسلام به تحریف فراوان راه داده است که به نظر می‌رسد هدف‌های سیاسی دارد. سریال حشاشیان که از 30 قسمت عبارت است درباره حسن صباح و گروه او در عصر 5 هجری قمری در کوهستان شمال و غرب ایران فعال بوده مسئولیت چندین سوءقصد سیاسی را بر دوش داشتند قصه می‌کنند. درباره حسن صباح که از ترغیبگران بزرگ مذهب اسماعیلی نظار مسلمانان شیعه مذهب است، از اسرای میانه نقل‌های زیاد عاید کشتارهای سیاسی نشر شده است. باقی‌مانده‌های قلعه مفت یا خود علمود که قرارگاه اصلی حسن صباح بوده است، فعلا یکی از مکان‌های سیاحی شمال ایران است.